آش گوجه فرنگی یکی از خوشمزه ترین آش‌های ایرانیه که توی شهرهای مختلف به روش‌های مختلفی هم پخته میشه. بریم که با هم دستور این آش خوشمزه رو ببینیم. برای درست کردنش 2 تا پیاز درشت رو نگینی خورد می‌کنیم. بعد مقداری روغن توی قابلمه مورد نظرمون میریزیم و پیازها رو توش سرخ می‌کنیم. یکم که پیازها سبک شدن، حالا ادویه ها رو بهش اضافه می‌کنیم. من از زردچوبه، فلفل سیاه و مقداری پودر کاری استفاده کردم. 1 قاشق رب اضافه می‌کنیم. تفتشون میدیم که رنگ رب قشنگ باز بشه. مقداری نعنا خشک اندازه 1 قاشق غذاخوری بهش اضافه می‌کنیم و تفت میدیم. حالا گوجه ها رو اینجوری ته گوجه ها رو جدا می‌کنیم و 1 علامت به اضافه روی گوجه ها میندازیم. داخل آب جوش میریزیمشون و اگه لازم شد 2-3 دقیقه اجازه میدیم توی آب جوش روی شعله بجوشن که پوستاشون راحت جدا بشه. بعد گوجه ها رو داخل آب سرد میریزیم و 1 شوکی بهشون وارد میشه و میتونیم به همین راحتی پوست گوجه ها رو جدا کنیم. بعد از اینکه پوست گوجه ها رو جدا کردیم، گوجه ها رو خورد میکنیم و با هر وسیله‌ای که در دسترس دارید میتونید پورشون کنید. من از این دستگاه غذاساز استفاده کردم. 1 حب سیر رو له میکنیم و 1 دونه عصاره مرغ رو هم به پیاز داغمون اضافه میکنیم و تفت میدیم. حالا 1 پیمانه لپه‌ای که خیس کرده بودیم، 1 پیمانه برنج که از قبل خیس شده بودن رو به مواد اضافه میکنیم. به اندازه کافی آب میریزیم. چون گوجه رو هم اضافه میکنیم خیلی آب نریزید. بعد پوره گوجه رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم که کاملا عدس و برنج بپزن. حالا سبزی آش رو تا این مقدار خرد میکنیم. وقتی که عدس و برنج به این مرحله از پخت رسیدن، سبزی خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم یکم سبزی ها هم بپزن و بعد با توجه به ذائقه خودتون بهش آبقوره اضافه کنید. میزان آبقوره دست خودتونه. در نهایت نمک غذا رو چک کنید. اگر لازم بود بهش اضافه کنید. و بعد از چند دقیقه که جوشید آماده است. میتونید توی ظرف مورد نظرتون سرو کنید و با نعنا داغ و یا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید، پیاز داغ یا سیر داغ، تزیینش کنید. من از سبزی خرد شده و نعنا داغ استفاده کردم. نوش جونتون.